اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه این نعمت‌ها و توفیقات ارزشمند و گرانبهایش. از اینکه این توفیق رو پیدا کردیم که در جلسه افتتاحیه این مسجد در قلب بازار حضور به هم برسانیم و حضور داشته باشیم. از این بابت هم خداوند رو بسیار سپاسگزاریم. بنا به تکلیفی که دستاندرکاران این برنامه داشتن، من هم پشت این تریبون قرار گرفتم. امیدوارم که خداوند با دعای خیر شما حرفای خوب رو بر زبانم جاری بکنه تا هم خودم بهره مند بشم و هم شما عزیزان و بزرگواران. خب، از مجری برنامه گرفته تا همه عزیزانی که پشت این تریبون قرار گرفتن، کلام و حرف اولشون تشکر بود. تشکر اول در همه توفیقات از کسی است که منشأ توفیقات هست. اگر اون توفیق نده ما یک قدم هم نمیتونیم برداریم. نه هر توانمندی مفید هست. توانمندی درسته که انتظار مفید بودن ازش و کارساز بودن ازش میاد، ولی همه توانمندها که مفید نیستن. خیلی ها مضر هم هستن، شاید بیشترشون مضرن. اگه مضر نباشن برای خودشونن. پس کسی که توفیق میده انسان مفید باشه الله هست. پس نه هر متمکنی مفید هست. تشکر اول و آخر از پروردگار هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما بکم من نعمت فمن الله. هرچی نعمت بزرگتر میشه، شکرم باید بزرگتر بشه. تجدید هر نعمت تجدید هر شکره. و تجدید شکر بقا و دوام و استمراریت و توسعه نعمت هست که اونم برمیگرده برای ما و شما. لئن شکرتم لازیدنکم. تشکر ما از توفیقات و نعمت‌های الهی هیمنت و عظمت و بزرگی خداوند رو تقویت نمی‌کنه و توسعه نمیده، چون عظمت و بزرگی و اقتدار خداوند ذاتیه. ناسپاسی ما هم، کفران ما هم عظمت و اقتدار خدا رو تضعیف نمی‌کنه. اگر ما این اعتقاد داشته باشیم، این اعتقاد کفرآمیزه. خداوند تو این آیه فرمودن لئن شکرتم لازیدنکم. نعمت مال شماست. شکرم ابزار و وسیله است که نعمت رو به کام شما میکنه. پس وجود تنها نعمت یا وجود نعمت‌ها در پیرامون ما بازم سبب توانمندی نیست، سبب توسعه نیست.
مگر اینکه ما بندگان شکرگزاری باشیم. شکر در حقیقت وسیله و ابزاری است که توسعه و توانمندی و تعالی و ترقی و سعادتی که در نعمت نهفته شده با شکر استخراج میشه. با شکر استخراج میشه و نعمت سبب توسعه جامعه‌ای است که شاکر هستن میشه. این که با زبان بگیم الحمدلله بر هر نعمتی، این یک ادب هست، ادب هم لازم هست، ولی این تنها شکر نیست. شکر قولی داریم، شکر عملی هم داریم. لئن شکرتم لازیدنکم، اون شکر عملی که سبب ازدیاد و توسعه و دوام و استمراریت نعمت خواهد شد. خداوند در قرآن می‌فرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت. شکر نعمت مال انفاقشه. انفاقه که 1 تومن و 700 تومن میکنه. والله یضاعف لمن یشاء. کسی مال داشته باشه بگه خب خدا را شکر انفاق نکنه، خب این توسعه و این افزایش و این برکت حاصل نمیشه. پس شکر عملی چیه؟ قرار دادن نعمتهای خدا در جهت اهداف خداوند که از خلقت این نعمتها و ایجاد این نعمتها داشته. یعنی هر نعمتی رو فلسفه وجودیش نگاه بکنیم به چه علتی ایجاد شده. خداوند ایجاد کرده برای بندگانش، در همون راستا قرار بدیم. یعنی استفاده بهینه از هر نعمت در جهت خودش. اون نعمت واقعا یک نعمت کافیه. اگه ما درست از نعمت عقل و فکر استفاده بکنیم، نکن همین یک نعمت، اگه از نعمت چشم، از نعمت گوش و شنوایی، از نعمت سلامتی، خیلی وقتا یک نعمت شاید سبب تولید صدها نعمت و برکت خواهد شد. باید تمرین شکر عملی بکنیم. این مسجد به این قشنگی چه و زیبایی تجدید بنا نشده مگر اینکه شکر عملی اینجا نقش داشته و نقشش بارزه. یعنی انفاق خالصانه به خاطر خدا. انفاق نمیتونه انفاق باشه چون این اصطلاح شرعی و قرآنیه مگر اینکه خدایی و ربانی باشه. پس تشکر اول و آخر از خداونده که باید تشکر بکنیم تا نعمتها مستدام باشه، چون کفران عاقبت به خیری در نعمت حاصل نمیشه باش، چون نعمتها همینطوری که برکت دارن سیلی هم دارن. کسانی که نعمتها رو پایمال میکنن هوشیار باشن که وقتی خدا یک ظرفیتی برات ایجاد میکنه پایمالش میکنید یا استفاده بهینه ازش نمیکنید، اون ازت نمیگذره. نعمتهای خدا برای خداوند خیلی عزیز و دوست داشتنی هستند و بندگان خدا هم برای خداوند عزیز و دوست داشتنی هستند که این همه نعمتهای خوب تجویز کرده. خاصیت نعمت مفید بودنه، خاصیت معصیت و حرام فساد بودن، نجس بودن، مضر بودنه. از این بابت و همه توفیقاتی که در طول زندگی داشتیم به درگاه خدا شکر میکنیم و سپاسگزاریم و امیدواریم که خداوند به ما توفیق بده که نهایت ادب در تعامل با نعمتها و برخورد با نعمتهای خداوند رعایت بکنیم
و ارتباط خوب خداپسندانه با نعمتهای خدا برقرار بکنیم تا نعمتها به کام ما و شما و جامعه اسلامی و انسانی باشد. تشکر دوم از همه کسانی که به نحوی شکر خدا رو به نمایش گذاشتن. دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن شکر خدا. دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا. سابقوا الی مغفرة من ربکم فاستبقوا الخیرات. این پروژه بسیار دوست داشتنی و ارزشی، اونم در قلب بازار که حاکی و پیام خاصی داره و حاکی یک ارزش هست. بعد از اینکه آقای قاسمپور برادر عزیز و بزرگوارمون مروری کردن به تاریخ این مسجد که بالای 200 سال هست، واقعا این تشکر به جایی است. قدرشناسی از کسانی که ظرفیت‌های خوبی برای توسعه بندگان خدا در زمینه‌های مختلف ایجاد می‌کنند. این بندگان چقدر انسان‌های محظوظ و خوشنصیب و موفقی هستند که خداوند اونها رو به عنوان کانالی و پل ارتباطی بین خودش و نیازهای بندگانش قرار داده. انسانی که منفق میشه و خیر میشه در حقیقت کانالی است و پل ارتباطی است بین رب العالمین و خلق خدا و نیازهای خلق خدا. اونهایی که توفیق چنین خدماتی رو پیدا میکنن، در حقیقت خداوند اونها رو انتخاب کرده که توفیقاتش و نصرتهاش و حمایتهاش و هدایتهاش از بندگانش، از کانال بندگانش. یک نفر وقتی عالم میشه خداوند اونو انتخاب کرده که هدایتهاش و ارشاداتش و تعالیمش رو از کانال اون به بندگان خدا برسونه. یا باید پل ارتباطی بین رب العالمین و بندگان خدا باشیم و اگر اینو نپذیرفتیم باید پل ارتباطی بین دشمن خدا ابلیس قسم خورده و بندگان خدا باشیم. اون پل چه ازش عبور میکنه؟ اون کانال چه ازش عبور میکنه؟ ظلم، ربا، فحشا، گمراهی، ضلالت، خشونت، قتل، کشتار، شراب، بیچارگی، اعتیاد، مشروبات الکلی، تباهی، بی‌آبرویی. ولی وقتی کسی انتخاب میشه که کانال و پل ارتباطی بین رب العالمین و بندگانش باشه، چه چیزی از این کانال عبور میکنه؟ علم، دانش، تقوا، اخلاق، هدایت، ارشاد، سلامت، پاکیزگی، اتحاد، انسجام، تقوا، خداترسی، ارزش‌ها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. ای پیامبر، اون تیر پیروزی که تو پرت کردی، اون تیری که تو پرت کردید، در حقیقت تو پرت نکردید، ما اونو به هدف زدیم. تو یک ابزار و وسیله‌ای بودید که ما اون تیر پیروزی رو از کانال تو زدیم. در حقیقت زدندش ما بودیم، به هدف رساندنش هم ما بودیم. این پیام این آیه است. و هر وقتی که بندی در طول تاریخ، این خطاب تنها به پیامبر نیست،
هر بندی که پیام این خطاب رو دریافت بکنه، اگر بنده عاقل و هوشیاری باشه، درنگی نمیکنه و خودشو در معرض الطاف و نصرت‌های الهی قرار میده. وقتی کسی انفاق میکنه از بهترین مالش و پاکترین مالش، در حقیقت اون خودشو در معرض الطاف و حمایت و نصرت خداوندی قرار داده. چقدر زیباست این گزارشی که سرور عزیزمون که بعضی از خواهرها ارسیه‌شون سرویس های عروسیشونو و از بهترین مالهاشونو وقتی نسلی بعد از 200 سال میاد چنین کار بزرگی رو انجام میده، در حقیقت این نسل قدرشناسی است به اسلاف و گذشتگانش که چنین خدمتی 200 سال پیش در همین محل انجام دادن. واقعا نسل قدرشناسی است و تاریخ و ورق زدن. 200 سال قبل اینجا بازار بوده، بغل گمرک بوده، اینجا اسکله بوده. من 54 سال تقریبا از خدا عام گرفتم، یاد میدم چیزهای قبل از انقلاب. این میرسونه وجود این مسجد در این بازار که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن که احب البلاد الی الله مساجدها، محبوب ترین مکانها در شهرها و روستاهای ما نزد خداوند مساجدشه. و اینجا بازاره. دنبالش هم اینه که بدترین اماکن روی زمین بازارهاست. این توهین به بازارهای عزیزمون نشه. خوب دقت بکنید، بزرگان ما 200 سال پیش تو قلب بازار آمدن مسجد بنا کردن که پرداختن صرف به مسائل مادی بیروح سرد، وارد غفلتی نشن که اونها رو از آرامش و اطمینان بازار معنوی که اونها رو به خدا وصل میکنه در قلب بازار غافل باشن. اگر این مسجد در یک روستای دورافتاده‌ای بود که هیچ فتنه‌ای نبود، این جایگاه نداشت. بزرگان ما و تجار ما و بازاری های ما بازار بدون مسجد نمیخواستن و نخواستن. در گذشته نسل جدید ما هم همینو با حضور پررنگشون برای تجدید بنای این مسجد دوباره همون مقوله رو گفتن که ما بازار و درآمد مادی منهای معنوی ما نمیخوایم، میخوایم تو مغازه هامون صدای اذان بشنویم. بریم اون طرفتر مسجد الله، اون هم یک بازاره. این بغل مسجد امام، این بغل دوباره مستقیم برید دوباره مسجد. اینجا تمرکز بازار بوده، تجارت بوده. شیعه و سنی بازارها رو رونقش به ترس و تقوای الهی مساجد آوردن تو بازارهاشون.
نسل جدید هم عوض نشده. بعضی فکر میکنن مسجد این فرهنگ تا چند سال پیش بود، اوایل انقلاب من یادمه یا اواخر نظام طاغوتی من یادمه که اگر یه وقتی امام مسجدی حاضر نمیشد به عللی، هر کسی نماز انفرادی میخوند و میرفت و تعداد مأمومین مسجد فقط 10 تا سال خورده بازنشسته از کار افتاده بودن. مسجد بزرگترین و مهمترین پایگاه اجتماعی است. اگر بزرگترین و مهمترین پایگاه اجتماعی در اسلام هست، پس باید کل فعالین اجتماعی در زمینه‌های مختلف مرکزشون مسجد باشه. باید نسل جوان با برنامه‌هاش مرکز فعالیتشون مسجد باشه. اگه بزرگترین پایگاه فرهنگی و اجتماعی است، بزرگترین پایگاه فرهنگی اجتماعی یا جامعه مدنی اسلامی است. برادرمون آقای قطالی اشاره کردن، علمای بزرگ شیعه صاحب نظران و سنی میگن هر 100 خانوار میانگینش 5 نفر یعنی 500 نفر یک مسجد محله‌ای میخوان که اون مسجد نه تنها بیان یک نمازی حرکتی شکلی و تصنعی و ظاهری انجام بدن و برن، یعنی اونجا باشه قلب و محور اون 100 خانوار. حداقل امام مسجد یک لیسانسی دینی باشه، در کنارش اگر لیسانس علوم عصری هم داشته باشه خیلی عالیه، 2 تا لیسانس داشته باشه، صدای جذابی داشته باشه. اگه حافظ قرآن کامل نیست، اجزایی از قرآن حافظ باشه. مسجد شبانه روزی بشه 24 ساعت اگه یک پایگاه اجتماعی است و این مسئول این 100 نفر جمعیت، 500 نفر جمعیت، 100 خانواده هر ساعتی از شبانه روز باید باش در تماس باشن، مشکلی براشون پیش بیاد. همینطوری که پزشک جراح تلفنشو میگذاره تو بیمارستان، تلفن امام مسجد باید به اون 500 نفر، به اون 100 خانواده داده بشه. مسجد با ملحقاتش، یه قسمتی برای بانوان، کتابخانه و چیزهای دیگه. هر وقتی وقت تمومه. پس جا داره که تشکر بکنیم از همه عزیزانی که توفیق خدا شامل حالشون شده، خودشون از درگاه خدا تشکر بکنن به خاطر توفیقی داشتن. ما از شما تشکر میکنیم به خاطر خدمت خوبی که برای ما ارائه دادید. اگه گذرمون تو بازار بیفته موقع نماز و هر عزیزی که بیاد تو بازار موقع نماز، همین که اذانی گفته میشه بازاری ها از غفلت در میان، رونق پیدا میکنه بازارشون. تشکر میکنیم از همه مسئولینی که تسهیلگری کردن افتتاح این مسجد و بازسازی این مسجد با این کیفیت برگ زرینی در تاریخ جمهوری اسلامی است. اونم تو هفته وحدت، اونم تو ماه ربیع الاول. و مشت کوبنده و محکمی است تو اونهایی که دنبال تفرقه هستن، میخوان نظام مقدس جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببرن که به اقلیت‌ها توجه نمی‌کنه. و یک پیام دیگه که داره این که با پیگیری، حتی اگه 20 سال هم طول بکشه، این 20 سال اگه طول کشیده به خاطر یک سری مسائلی است غیر از اون چیزی که شاید متبادر به ذهن ما باشه.
جا داره که از کلی مسئولین، من چیزایی که دو تا بزرگواران قبل از من گفتن، خب من دیگه اونا اسم بردن، ولی من از کلی مسئولین تشکر میکنم که تسهیلگری کردن و بزرگواری کردن و اجازه تجدید بنا و همه عزیزانی که مغازه هاشون رو اهدا کردن. خیلی حرفه. نگفتن خیر که داره پول میده، اگه مغازهش مثلا 20 میلیون تومان بود میگفت 100 میلیون پول خیره. بعضی جا اینطوری ملاحظه میشه. یه وقتی دنبال همسایه خوبی میگردی که خانواده محترمی باشه، امنیت خودت و سعادت خودت و فرزندانت و خانوادت تضمین بشه، میگن چطوری اون محلی که زندگی میکنید، اون جایی که زندگی میکنید؟ میگه الحمدلله همسایه های خوب خدا به من داده، هم خودم هم خانواده هم بچه هم امنیت دارن، آرامش دارن. بعضی موقع به همسایگان خوبت که از جنس و نوع خودتن، انسانن، اینطوری چه؟ بازگو میکنید. وقتی خانه خدا میاد کنار خانه تو چی میشه؟ چه امنیتی بالاتر از این و چه آرامشی بالاتر از این که و چه سعادتی بالاتر از این که خانه خدا کنار مغازه من باشه، خانه خدا کنار خانه من باشه و تو میشه همسایه خانه خدا. تمامی ادیان الهی و آسمانی و حتی مکتب‌های بشری که فعالیت‌های اجتماعی داشتن، پایگاه‌های اجتماعی داشتن، مسیحی‌ها کلیسا داشتن که اونجا جمع بشن، تعالیمشون رو مرور بکنن و از اونجا جامعه رو مدیریت بکنن. یهودی‌ها کنیسه داشتن، زرتشتی‌ها آتشکده داشتن، گوشه‌گیرهای مسیحی صومعه داشتن، به خلوت میرفتن. صوفی‌ها و دراویش خانقاه‌ها دارن. اما خداوند برای مسلمان‌ها مسجد قرار داد. مسجد در حقیقت خانه وصله. من بخوام در باره همه مطالبی و ارزش‌هایی که در مسجد هست تا صبح باید صحبت بکنم، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم فرا خوانده شد برای ملاقات رب العالمین. ولی قبل از این که به درگاه پروردگار بره و اون ملاقات شکل بگیره و هم سخن با رب العالمین بشه، گفت باید از کانال مسجد تو به عروج برسی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. عروجش از کجا بود؟ از الى المسجد الاقصی. عروج از مسجد الحرام بود. عروج ما و شما هم از مسجد خانه خداست. کلمه مسجد در قرآن 28 بار تکرار شده، 22 بارش مفرده مسجد، 6 بارش جمع مساجد و خیلی مسائل دیگه هم هست که دیگه وقت اجازه نمیده. از حوصله همه شما تشکر میکنم و چیزی که برادرمون آقای قطالی فرمودن با توجه به که ریاست محترم اوقاف و خیلی از مسئولین اینجا حضور دارن، بحث روستاها تقریبا مساجد الحمدلله کافی است. شاید موردهایی باشه، اما تو محلاتی که جدید در شهرها تأسیس میشه، یکی از محلات بندر عباس محله سرو هست که بالای 1000 سال تاریخ داره. قبل از انقلاب تقریبا جمعیتش شاید 4000 نفر بود. 5 تا مسجد داشت. 3 تا مسجدشون بغل هم بود کنار ساحل، چون تمرکز جمعیت کنار ساحل بود. 39 سال از انقلاب با شکوه اسلامی ما
تقاضای یک مسجد کردیم، 7 سال طول کشید. الحمدلله چه یک مادری ارثیه بهش رسیده بود، 380 بر زمین. بالاخره هم دفتر نمایندگی ولی فقیه، هم شهردار، هم اوقاف، همه همراهی کردن. ولی خب حالا با اون تعریفی که علمای شیعه و سنی و بزرگا دارن، هر 500 نفر جمعیت، یعنی هر 100 خانوار یک مسجد، 15000 نفر جمعیت چند تا میخواد؟ 30 تا. حالا ما میگیم 15 تا هر 1000 نفر. اگه یه وقتی چه زمینی پیدا کردیم یا کسی رو توجیه کردیم، توریستیم، چه قانعش بکنیم که مثل اون مادرمون سرکار خانم حوا یوسف زاده که آخه به رحمت خدا رفت و بالاخره چه موفق نشد، ولی خب نزد خدا که بالاخره بی‌فیض نمیمونه از زمانی که نیت کرده بود و زمین رو وقف کرده بود. اگه یه وقتی تقاضایی دادیم به اوقاف یا به دفتر ولی فقیه در امور اهل سنت، بدونن که ما 30 تا مسجد لازم داریم، ولی تقاضای 2 تا 3 تا مسجد داریم میکنیم. نگن سرو مسجد زیاده، یا محله امیرآباد یا جاهای دیگه که جمعیت به سرعت داره چه و خیر ما هم دارن درست میکنن. هزینه مالی برای چه؟ برای دولت نداره، فقط تحصیلگری که تا الان هم چه این تحصیلگری بوده الحمدلله و خیلی هم همراهی کردن. حرفای الحمدلله الان تو هفته وحدت داریم که به هم دیگه بگیم. افتتاح این مسجد، افتتاح مسجد جامع خمیر، افتتاح مدرسه روستای بلندو که همه مردمی بود دیگه، تحصیلگریش مال دولت بود. همه علما و مسئولین حتی استاندار تو اون همایش ها افتتاحی ها بودن و الحمدلله وحدت عملی هم هست. میخوام اون وحدت مسجد دوباره خانه وحدت هست. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واهدنا الى الحق والى صراط المستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. موفق و مؤید و سربلند باشید و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.